دوستان اینجا سراوان 15 کیلومتری رشت به قزوین. اینجا یه دریاچه مصنوعیه که خودشون درست کردن، جای خیلی باصفاییه، بهش میگن جنگل سراوان، که میای از این قایقا میگیری باش دور دریاچه رو دور میزنی. جنگل خوشگلی داره، بعد اقامتگاه و کافی شاپ و غذاخوری همه چی داره، جای اقامت هم داره برای چادر زدن اینا. حتما یه بار امتحان کنید، خیلی خوشگله، خیلی زیبا، واقعا خیلی خوبه، من که عشق میکنم. بعد با این دوست من مظفر اومدم. سلام، حتما بیا، خیلی خوش میگذره. این پشت سری هم میبینید که در حال ساخته. این اقامتگاه جای خیلی خوبه، جای خیلی قشنگی، خیلی هم جمعیت نیست که اذیت کنه، میتونید امتحان کنید.